این بار در یک مسافه رخ به رخ. کنانی زادگان یا گروسیان. جو واکم بر بازی جوری هستش که داور هنوز متقاعد نشده سوتشو به صدا در بیاره برای زدن ضربه پنالتی. دل تو دل هواداره پرسپولیس نیست. بازی نساجی استقلال تهران 0-0. اینجا در این لحظه فرصت یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه فرزین گروسیان رو تا پرسپولیس امیدوارانه این دقایق به بازی برگرده. پرسپولیس 1 استقلال خوزستان 3. حمایت هواداره پرسپولیس نقطه عطف بازی خواهد شد و اونها رو میتونه به بازی برگردونه. شماره 8 حسن شوشتری به جای محمد آبشک که دیگه کم آورده بود، دوندگی زیادی داشت. امیری او رو همراهی میکنه، ازش تشکر میکنه که سریعتر زمین بازی رو ترک بکنه. خیلی خونسرد این ضربه پنالتی رو زد.